به کی داره میگه که من سگ کوی تو هستم، مرا نران؟ به کی میگه؟ به کی میگه دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی؟ ز کدام باده ساقی به من خراب دادی؟ به کی داره میگه از سر کویت ای نگار میروم و نمیروم، از بر بوم و گل عذار میروم و نمیروم؟ به کی میگه؟ به یک انسان کامل داره میگه، به یک مؤمن داره میگه، به مرد خدا داره میگه، به مؤمن ممتحن داره میگه. چرا؟ برای اون مؤمن ممتحن در نهایت جمال و کمال است، در نهایت زیبایی است، زیبایی که با چشم اللهی ببینیم. با چشم اللهی که ببینیم او را آیت الله میبینیم. آیت الله که دیدیم سر در قدمش میزنیم، بله، سجدهش هم میکنیم. سجده یعنی چی؟ اطاعت امر. پابوسی که سجده نیست، اطاعت امر میگن سجده.